فروش و بازاریابی همیشه یک کار پرمشغله بوده و علاوه بر تماس‌های تلفنی پشت سر هم، چک کردن لحظه به لحظه ایمیل ها و پیگیری اتفاقات و سفرهای کاری مختلف، دور و بر بازاریابا همیشه شلوغ بوده و کافیه این وسط یه چیزی از قلم بیفته یا فراموش بشه. امروز قراره ما یه توضیح مختصر و مفید در رابطه با تقویم بازاریابی که سبو سیستم در اختیار صنعت حمل و نقل قرار داده بدیم و یه نگاه اجمالی به ویژگی‌ها و مزیت‌های اون بندازیم. با ما همراه باشید. قبل از هر چیزی باید به این نکته اشاره کرد، به این دلیل که نرم افزار سبا 2 زبانه هست. وقتی که با زبان فارسی لوگین کنیم تقویم شمسی در دسترس هست و اگه با زبان انگلیسی لوگین کنیم تقویم رو به صورت میلادی هم میتونیم ببینیم. این تقویم بازاریابی به صورت پیش‌فرض برای تمامی بازاریاب‌ها قابل دسترس هستش و به صورت پرایوت بوده که یعنی هیچ کدوم از اونها نمیتونن به تقویم و اطلاعات بازاریاب دیگه‌ای دسترسی داشته باشن. ولی مدیران فروش یا افراد با دسترسی بالاتر میتونن تقویم کاری تیم خودشون رو ببینن و بررسی کنن تا توی انجام کارها بتونن راحت‌تر و بهتر به بازاریابا کمک کنن. برای دسترسی به تقویم بازاریابی سبا باید از قسمت CRM بخش اکتیویتی رو انتخاب کنیم و به تب کلندر بریم. همونطوری که میبینید اینجا ما با یه سری از فعالیت‌ها و پیگیری‌ها مواجه میشیم که برای روزهای مختلف در نظر گرفته شده. ما میتونیم این روزها رو به صورت ماهیانه، هفتگی یا روزانه نمایش بدیم یا اینکه اونها رو بر اساس 3 دسته کلی کانتکت، ایونت و تاسک سرچ کنیم. برای اینکه این 3 دسته بندی رو بهتر بشناسیم، پیشنهاد میکنم بریم سراغ همین فعالیت‌هایی که اینجا ثبت شده و یه مقدار اونها رو بررسی کنیم. همونطوری که میبینید از لحاظ بصری ما با 3 رنگ مختلف سر کار داریم که رنگ توسی برای نمایش کانتکت ها، رنگ قرمز برای ایونت ها و رنگ سبز هم برای تاسک ها در نظر گرفته شده. که اگه بخوایم یه تعریف کلی ازشون داشته باشیم اینطوری میشه گفت که کانتکت برای ثبت و پیگیری تمامی مذاکرات، جلسات و ارتباطات با مشتری در نظر گرفته شده. ایونت برای ثبت و پیگیری فعالیت‌ها و رویدادهای روزانه استفاده میشه و تاسک هم برای محول کردن وظیفه و فعالیتی به همکاران و هم‌تیمی‌ها کاربرد داره که این امکان رو به ما میده تا به صورت لحظه‌ای بتونیم از روند انجام اون کار مطلع بشیم. خب حالا اگه ما روی یکی از این فعالیت‌هایی که مربوط به کانتکت میشه کلیک کنیم میبینیم که جلسه‌ای بوده در شهر اصفهان که در اون قراردادی امضا شده و برای این کار یک KPI با عنوان کانترکت تعریف شده. از طریق KPI های مختلف مدیرای ارشد میتونن به فعالیت‌های پرسنل و همکارانشون امتیاز بدن و اونها رو ارزیابی کنن. حالا اگه یک کانتکت دیگر رو بررسی کنیم میبینیم که یک تماسی از طریق ایمیل برقرار شده که مشتری برای هفته بعد نیاز به مشاوره داشته. همینطور که ملاحظه میکنید این کار هنوز تموم نشده و به ارتباط دیگری با مشتری توی تاریخ دیگه موکول شده. حالا اگه ما به همین تاریخی که اینجا هست مراجعه کنیم میبینیم که همون ارتباط با همون موضوع و همون مشتری وجود داره و با ارسال لیست خدمات برای مشتری اون کار فینیش شده. حالا که به صورت کامل با کانتکت آشنا شدیم بیاین با هم دیگه یک کانتکت جدید بسازیم. برای این کار با رایت کلیک کردن روی خونه های تقویم میتونیم یک کانتکت، ایونت یا تاسک جدید بسازیم. وقتی که روی نیو کانتکت کلیک کنیم با یه صفحه روبرو میشیم که باید اطلاعات مربوط به مذاکرات و جلسات خودمون رو این تو وارد کنیم. توی قسمت اول ما موضوع رو باید وارد کنیم که به عنوان مثال ما برای یه تماس تلفنی به شرکت سبا که توی شهر تهران هستش میخوایم برنامه‌ریزی کنیم. توی این قسمت ما میتونیم مشتری مد نظرمون رو سرچ کنیم یا با زدن علامت به اضافه مشتری جدید رو به لیست مشتری خودمون اضافه کنیم که ما توی اینجا مشتری رو سبو سیستم در نظر میگیریم که نیاز به دریافت لیست قیمت ما داره. توی این قسمت مذاکرات و نگوشییت های خودمون رو هم میتونیم اضافه کنیم و یک KPI مد نظرمون رو برای انجام این کار تخصیص بدیم. تمامی مذاکرات در زمان ثبت به صورت پیش‌فرض در حالت دوینگ یا در حال انجام قرار میگیره. حالا اگه اون کار انجام شده باشه با انتخاب فینیش کار رو تموم شده اعلام میکنیم و در غیر این صورت تقویم سبا اجازه تموم کردن مذاکره اون روز رو به ما نمیده و باید تا مرحله انجام شدن نهایی کار اونها رو به روزهای آینده موکول کنیم و تاریخ پیگیری یا مراجعه جدید رو برای انجام اون کار مشخص کنیم. خب حالا بریم سراغ این مستطیل‌های قرمز رنگ که رویدادهای روزانه یا ایونت ها رو به ما نمایش میدن.
همونطور که میبینید اینجا ما یک رویدادی رو با عنوان وبینار صنعت حمل و نقل داریم که به صورت آنلاین و توی ساعت و تاریخ مشخصی قرار برگزار بشه، یا کلاس‌های مدیریتی که یک هفته در میون توی روزهای پنجشنبه توی شرکت برگزار میشه. برای ثبت رویدادهای جدید با ساخت یک ایونت جدید ما میتونیم موضوع، مکان، میزبان و تاریخ اون رویداد رو وارد کنیم یا یه فعالیتی رو برای خودمون توی آینده برنامه‌ریزی کنیم. برای تسکا هم ما تقریبا ساختاری مشابه ساختار ایونت رو داریم، ولی با این تفاوت که اینجا میشه یک کاری رو به سایری محول یا اساین کرد. برای این کار ما یه تسک جدید میسازیم، موضوع، تاریخ، زمان و شخصی که اون وظیفه رو باید انجام بده تعیین میکنیم و برای اون ارسال میکنیم. ما توی این ویدیو آموزشی سعی کردیم شما رو با محیط تقویم بازاریابی تو نرم افزار سبا آشنا کنیم. کار این تقویم بازاریابی اینجا تمام نمیشه. ما در مراحل بعد از این تقویم‌ها استفاده می‌کنیم و استعلام‌های قیمتی رو در نرم افزار می‌سازیم و در نهایت این استعلام‌ها تبدیل به یک پرونده حمل و نقل میشه که با گزارشات متنوع و متعدد در حوزه بازاریابی میتونیم به مدیران سازمان‌ها برای کنترل و دسترسی به اهداف از پیش تعیین شدهشون بهتر کمک کنیم. در ویدیوهای بعدی با سایر قسمت‌های نرم افزار بیشتر آشنا میشیم. ممنون از توجهتون.